خرمشهر در کدام عمل؟ تو واقعا بلد نیست. به نظرم ابراهیم حاتمیکیا جزء داوید چیه دیگه خره. من دارم میگم سر دعوا رو داره با هم ایران رو با علی دایش میشناختن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون، من چشم رو عمل کردم هنوز خوب نشد. الان میخوام عینک بزنم، میگم خدای نکره بی احترامی نشه. خیلی مخلصم، کوچیکی همتون. حامد تبریزی هم. مرسی که از کانال شخصی خودم منو دارین نگاه میکنین. کنار رسول جمشیدی هستیم که چیزن منم رسول جمشیدی. حالا اونایی که از فضای مجازی این اینستاگرام از کانال حامد دنبالگاه میدونن چی دارم میگم. خیلی مخلصم. قراره با هم دیگه بازی کنیم. مجری برنامه پشت دوربین قرار گرفته. مجازاتمون بطریه، اینم الکی اسم مجازات گذاشتیم. هر کی اشتباه بگه یه دونه میزنیم تو کلش و امیدوارم که تا این ویدیو تموم بشه کلی بخندین و خوشتون بیاد. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تو چی؟ یادتون نره. خب منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز که دارن صدای بنده رو میشن. مرتضی احمدی کوچیک همتون. آقا بریم سوالات 5 ثانیه. حمید. آها. خیلی عزیز هستم. واسه عزیزم بریم سراغ سوالات 5 ثانیه درباره اطلاعات عمومیه بچه‌ها. اول از آقای مهمون برنامه‌مون جمشیدی هست. آقای رسول جمشیدی. آقای جمشیدی، تعداد حلقه‌های المپیک چند تاست؟ 5 عدد، 6 عدد، 7 عدد، 8 عدد. 5 عدد. ماشاءالله. اینو درست کن. اونو میدونستی؟ آیا اون آمد از من میپرسی. خب الان من باید بزنم دیگه. نه دیگه. بفهم راحت باشی. من درست کردم. من اینو بزنم. اونی که اشتباه میگه الان اشتباه گفت شما میزنید. تعداد اعضای شورای نگهبان چند نفره؟ 6 نفر، 8 نفر، 13 نفر، 12 نفر. به خدا نمیدونه. 12 نفر. بله درست. باریکلا. نزنم. درست گفتم. من بلدم اطلاعاتمون خیلی بالاست. عالی بهش گفتی. از اینجا به بعد قشنگ بهش گفتی. من دوست دارم عینکی نزنم به خاطر اینکه. خب میریم سراغ سوال سوم. آقای جمشیدی جان، ارتفاعات سهند در کدام استان قرار دارد؟ 1 آذربایجان شرقی، 2 آذربایجان غربی، 3 کردستان، 4 زنجان. 5 ثانیه. شرقی میشه کجا؟ تبریز. غربی. اشتباه شرقی. خالیه چرا درد داره؟ خب آقای حامد تبریزی، بفرمایید. خرمشهر در کدام عملیات آزاد شد؟ 1 بیت المقدس، 2 سامل الائمه، 3 فتح المبین، 4 خیبر. خب اینو دیگه همه میدونن. بیت المقدس عملیاتی بود که خرمشهر رو آزاد کرد و ما به مردم خرمشهر همیشه بدهکار بودیم. مردم خوزستان. بلد بودی. خب اینو تو واقعا بلد نیستی تو خیلی احمقه دیگه. یکی از عملیات‌های خفن ما بود دیگه. من سنم قد زیاد بینج. خب پس الان فهمیدیم آقای جمشیدی سوالای خاصی رو باید ازش بپرسیم. آقای جمشیدی مایه حیات. آب. ماشاءالله. خب آقای جمشیدی سوال 50 است. رسول بهم بگو. من رسول بگی. بله جان. کدام ورزشکار ایرانی موفق یه اسم دیگه هم دارن ها. رسول جان. رسول جانان. آقای رسول جانان یعنی جای نان. رسول شوخیاش. شلوغ بازی. آقای رسول جانان شلوغ بازی. برداشتی میپرسید. اوکی بفهم. کدوم ورزشکار ایرانی موفق به کسب مدال طلای المپیک سال 1966 آتلانتا شد؟ آتلانتا شد. رسول خادم، امیررضا خادم، حسین رضازاده، عباس جدیدی. نه رسول خادم. خب میخوام من سرمو بیارم پایین به سرم بزنم به صورتم دیگه داره میزنه. آیا حامد تبریزی، کدام کارگردان رکورددار دریافت سیمرغ بهترین فیلم و کارگردانی در جشنواره فیلم فجر است؟ بله. ابراهیم حاتمیکیا، بله. مجید مجیدی، اصغر فرهادی، داریوش مهرجویی. یه بار دیگه گزینه‌ها رو میشه بگی. ابراهیم حاتمیکیا، خب مجید مجیدی، اصغر فرهادی، داریوش مهرجویی.
به نظرم ابراهیم حاتمیکیا جزء پر جایزه های بله درست. جشنواره بوده، درست میگم؟ بله درسته. واقعا درست داره میگه؟ بله. الان درسته، اینا همه میدونن دیگه کسی. رسول سوالا هم براش سخته، چرا به جوابا؟ آخه چرا من بدونم فجر جشنواره فجر بیشتر گرفته؟ خب حالا ما علمشو نداریم ولی عشقشو داریم، میشینیم از لای در نگاه میکنیم ببینیم کی جایزه گرفته کی نگرفته. من دستم شکستم فزام از دست. رسول متأسفانه تو خونه شیطونی میکرد، تو آشپزخونه حتما زیر فرشاتون رو جدی میگم، زیر فرشاتون استوب بزنین. پاشو میذاره رو فرش میره رو هوا، با دست و پا میاد رو زمین، دستش شکسته، شکسته دیگه، ترک خورده. آره حتما زیر فرشاتون استوب بزنین. خب بریم سراغ سوال بعدی. زیر پاتون صابون بکشین چه ربطی داشت؟ نمک شد. زیر صابون آقای رسول جانان، جان تابلوی لبخند ژکوند اثر کیست؟ ون کوک، داوینچی، پیکاسو، رامبران. بگو دوباره یه بار دیگه تو. ون کوک، داوینچی، پیکاسو، رامبران. داوینچی دیگه خره. من بهش یه پیکاسو اینم یه پیکاسو. لبخند ژکوند مال داوینچیه دیگه، دی بچه 5 ساله هم میدونه واقعا. من لبخند ژکوند اصلا نمیدونم. بابا تو چی رو میخوای بدونی؟ در تو چی باید اطلاعات داشته باشی؟ بگو من برای بعدی هم بدونم تو بگو. ببخشید. شاید برای بینندگان سواله که رسول چند کلاس سواد خونده. خودتون یه توضیح بده. من لیسانس دارم، برای فوق لیسانس دارم درس میدم. پس دانشگاهشو نگو چون بد آموزی داره. دانشگاه نه آقا جون اصلا نگو. دانشگاه نگو. دانشگاهی میدی؟ خب آیا آقای تبریزی، Yes of course. کدام درخت نماد صلح هست؟ بله سر، بله زیتون، بله. سیب، خود داری میرسونی. نارنج. الان چی رو رسوند؟ چی رسون؟ زیتونو. داشت زیتون دیگه داشت میگه و تینه و زیتون. به قرآن چرا تو نماد صلح داره؟ آره دیگه. داداش داری چرت و پرت میگن، زیتون مشخصه دیگه، شما چی رو الان برگشتی نماد میگی؟ صلح. آره. خب زیتونه. سر نماد دعواه، جنگی. خب زیتون نماد صلحه. بفهم. خب درست گفت. دیگه نمیتونی نمیتونی بزنی، هول کردی. سوالا رو جابجا کن. سوالا رو جابجا کن بیا. مثلا نگاهش میگم جواب میدم مرد است. خب رسول جان، گیوتین اختراع کدام کشور است؟ هندوستان. من چرا من بدونم؟ کجا من راجبش خونده باشم؟ اطلاعات عمومیه دیگه. روزنامه، مجله، اخبار. هندوستان، فرانسه، کره شمالی، ترکیه. حالا ترکیه نیست، من یه راهنمایی کردم. هندوستان. فرانسه است. خریدو فرانسه. من دارم میگم اسکول با چیزش داری میزنی. اسکول به خاطر یه دونه بازی برادر بزرگتر. نه واقعا در نمیره با اینجاش نه. واقعا گفتی اسکول؟ نه همونجوری گفتم. بعد میان کامنت میذارم میگن چرا همیشه همه دعوات میشه. ببین نه آقا درست. سر دعوا رو داره وا میکنه. یه دونه به جونه من نوبتم شلیبانو میذارم. سالا داره همینطور سخت‌تر میشه. بله. خب جنگ 100 ساله چند سال طول کشید؟ نه به جونه داداش بگی خودت میگی. جنگ 100 ساله چند سال طول کشید؟ 97 سال، 100 سال، 116 سال، 121 سال. 116 سال جنگ 100 ساله طول کشید و به نظر من عجیب ترین جنگی بود که جهان به خودش دیده بود. درسته؟ درسته. اون طالعت خوبه. من ناموسم کاری کرد. نه، میگم. خدا وکیل قسم شاید تو بخورم. میشناسونه اون یه جوری صحبت میکنه که تو جواب بفهمی. آقا این چی میگه؟ دیگه چشت بطریشو در آوردی شما. باش برو من میگم. من میگم میخواد بزن بطری چون اینو اصلا نمیتونه رسول برو بعدی. تجزیه ظروف پلاستیکی چند سال طول میکشه؟ اینو دیگه باید بدونی، زیست خوندیم، علوم خوندیم. شیشه رو میدونم. شیشه چند سال؟ 200 سال. نه ظروف پلاستیکی 5 سال، 50 سال، نه. 500 سال، نه. 5000 سال، نه. 50000 سال. نه خب کدوم؟ دومی هست. 5 سال. 5 سال اصلا من نداشتم. 50 سال، 500 50 سال. سال. نه 500 سال.
چند؟ 500 سال 50 سال به خدا 500 سال چند سال؟ 500 سال. یه سپش کم بودم به خدا 500 سال همین زورو پلاستیکی همین مثلا توی محیط زیست نندازن. همین ظروف پلاستیکی رو لطفاً توی محیط آشغالی‌های زیست سواری. نندازیم 500 100 سال طول میکشه این بی‌شرف تجزیه بشه 500 سال کی دیده اون وقت تجزیه شدن اینو؟ لامندو دیوسی اینم جزء چیزای عمومی من شاید قبل این سوالات رو یه دور خوندید خودتون خب بفهم آقای گل ملی جهان کیست؟ دیگه مشخصه باید بگم کریس رونالدو. بله دیگه مارادونا. نگی دیگه نگی حتی این سواله برای قبل که بود اول آقای علی دایی بود دیگه. بله آقای علی دایی شخصی بود که واقعا باعث افتخار یک ایران بود و هست. به گفته دوست عزیزمون تو کشور ایتالیا میگفت که ایرانو با علی داییش میشناختن و فوتبالشو ایرانو اصلا تو یه تایمی با علی دایی میشناختن بله درست. و افتخار میکنم که آقای علی دایی آذری زبان هستم و ترک زبان هستم و اینکه الان کریس رونالدو جاشو گرفته ما برنامه ریختیم با بچه‌ها بریم بالا سرش بالا سر کریس که چرا گل اضافه زد 14 تا بود نه خیر درست گفتم سوال خود آفاقم میگم. خب بریم بعدی واحد اندازه‌گیری الماس چیست؟ ایراد باری کردم باری کردم اولین باری بود قصه در را باری به کردم همش نزدش تو بگی باری ناز آیه آمد تبدیل چند درصد بدن انسان را آب تشکیل آب می‌دهد؟ تشکیل میداد بله 30%، 40%، 50%، 60%. چی نه سرتون من قبلا احساس میکردم حالا من جواب سوالو نمیدونم من قبلا احساس میکردم بالای 80%. چون عضله و مایچه و گوشت و پوست و استخون ما هم از آبه چون ولی به نظرم الان بالاترین انتخاب میکنم 60% درست. درسته؟ بابا چرا میخندی خب رسول سوال بعد چرا میخندی؟ تعداد اعضای مجلس شورای اسلامی 290 نفر، 350 نفر، 310 نفر، 320 نفر. 290 درست. من جوکشو داشتم شنیده بودم خاطر 290 درست. خب شهر بهار نارنج آی تبریزی خیلی خوب لقب کدام شهر ایران است؟ بله میدونی دیگه مشخصه بوشه، بگو دیگه، لحظه زاهدان، بگی دیگه. بابل، خوی. بوشه، زاهدان، بابل. 5 ثانیه 1 2 بابل. 4 بابل نی بابل آقا. بابل ها؟ تا- شیراز بود آخه نه سمت نه مازندران. شیراز نارنجش خیلی خوبه. کدام حشره بیشترین طول عمر را دارد رسول جون؟ موریانه، ملخ، مورچه، عنکبوت. موریانه مورچه درست گفتم موریانه درسته بله. مورچه چند سال بود 4786 سال مورچه 200 نمیدونم. حالا من نمیدونم اصلا چرا گفتم موریانه اصلا هیچ اطلاعی نداشتم اینجوری گفتم آقا مهدی پشت صحنه خوابید بنده خدا چرا گوشی از دستت نمیافته نمیاد اون کلا تو اون بازیه و انشالله یه روزی انشالله چیزش باز آی شه تبریز. شد بله نویسنده کدام یک از این کتاب ها همان نویسنده کتاب بابا لنگدراز است؟ بله دشمن عزیز، بله ندای از درون، سایه جولی، آنشلی. به نظرم دشمن عزیز میتونه باشه درست. درسته؟ درست. تو گفتی احساس میکنم اونی که جوابه رو یه جوری میخونی که میفهم دیگه داداش دیگه شما خب. داری نگاهش میکنی آیه رسول خان عمیق‌ترین دریاچه جهان کدام است؟ دریا نه ها دریاچه جهان کدام جهان است؟ کدام عمیق‌ترین است؟ دریاچه خزر، دریاچه وان، دریاچه چیته. بایکال، تیتیکاکا. خزر بان ترکیه است بیا جلو نه بایکاله. بایکاله خب تو گفتی باران ترکی تو هم چه ربطی داره تو اشتباه گفتی خب آیه تبریزی اه کوچکترین سوره قرآن چه نام دارد؟ بقره، ناس، توحید، کوثر.
به نظرم کوثر کوتاه به نظرت کوثر دیگه. کوثر. خب آقای جمشیدی، در بمباران اتمی ژاپن توسط آمریکا نام بمبی که بر روی شهر هیروشیما انداخته شد چه بود؟ مرد چاق، مرد کوچک، پسر چاق، پسر کوچک. پسر کوچک. باریکالله. چون که گفت بزرگ میشه همه میمیرن. چرا نگفتی مرد کوچک؟ پسر مرد شنیده بودم. آها میدونی. بزرگ میشه همه میمیرن. یه چیزی مثلا یه سری کوچولو انقدر زدم که اونجا رو خراب کنم. توضیح استدلالش رو یادم. خب آقای تبریزی، بهترین بازیکن جام جهانی 2006 آلمان چه کسی شد؟ زین‌الدین زیدان، نگاه یه جوری گفتی کاناوارو، کلوزه، لوئیس فیگو. من بین لوئیس فیگو و زین‌الدین زیدان انتخاب میکنم. درسته؟ میگم یه جوری گفت زین‌الدین زیدان. داداش صدا داره ضبط میشه، اگه جوری بگه بینندگان پشت من که اینجا هم دارم میبینم. منم اینجا یعنی شما به دانش بنده نه. شک دارین؟ بله. یعنی شما از من بهترین؟ قطع به یقین شما از من بهتر، معلومات شما کمترینه. بله من مطالعه رسول جان، تو کوچکترین اینجوری واحد جواز این کم. کوچکترین واحد ساختمانی بدن انسان کدام است؟ سلول، اینجوری خودت بگم، ژن، مولکول، عصب. کوچکترین سلولا تو عصب هم مولکول فکر کنم. دو تا سال دیگه، سال آخر وقت برنامه تمام شده. شما و یه شما یه جوری سخت بپرسم. خب، یه آقای دونه تبریزی. بزنم همه رو درارم. داستان مدیر مدرسه اثر کیست؟ مدیر مدرسه. بله. بزرگ علوی، محمد علی جمالزاده، سر جلال پایین، آل سر پایین. احمد، سر پایین. سیمین دانشور. جلال آل احمد. جلال آل احمد درست. تو رو قرآن هم میره؟ ها؟ همینو اگه درست باشه بیننده ها تو خونه برمیارم یه کلا نشو بادکنکا رو نگاه. و سال آخر آقای رسول جمشید، چوری باشه که بتون بزنم. عمیق‌ترین نقطه خلیج فارس چند متر است؟ مثلا از این سوال دیدم که کدوم کتابو کی نوشته. مدیر مدرسه بلد بودی؟ آره. کدام کتاب اثر ویکتور هوگو نیست؟ بینوایان، بینوایان. سفید دندان، روح انسان، مردی که میخندد. بینوایان که مال روح انسان. سفید دندان. همینجا ویدیوی ما به اتمام میرسه. کنار رسول جمشیدی عزیز کلی لحظات خوبی رو سپری کردیم. امیدوارم تا این لحظه خیلی خندیده سوالا رو باشید. داشتم همه رو داشت. اطلاعات عمومی من بالاتر از رسول دلتب تونستم امشب هم قصر در برم بدون هیچ تنبیه و مجازاتی برنده شدم. رسول جان حرفی حدیثی واسه بیننده‌های ما داری؟ چیزی از ارزش‌های من کم نمیشه. اینو اونایی قشنگ. که منو میشناسن میدونن من خیلی میدونم تو اینجور. اگه سابسکرایب اون تا حالا نکردین تا سابسکرایب، لایک، لایک فراموش نشه. زنگوله رو خیلی دوستتون دارم. میبوسمتون. خیلی مخلصم. ولی خداحافظ. 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 ولی واقعا میدونستی. نه من واقعا اطلاعات عمومی بالا. من یه زمان کلا مجله میکردم، جدی میگم.